صبر پیامبر چی رقم؟ پیامبران الهی به خاطر به پیامبری رسیدن که یکی از بزرگترین مدالهای اخلاقیشان صبر بوده. حتی پیامبران اول العزم الهی، فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل. و هیچ پیامبری به اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم صبور نبوده. طول حیات زندگی پیامبر رو ببینید، یک بار انتقام نگرفته پیامبر، یک بار، خصوصا به خاطر خودش. عایشه رضی الله عنها میگه هرگز رسول الله به خاطر خود انتقام نگرفت، در حالی که در مقابل پیامبر چی بود که نشد، چی کاری نبود که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم نشد. پیامبر یک بار در طول حیات خودش انتقام نگرفت. ایره میگن صبر. و دیگه هم شما هر صفت، شما صفات کم اخلاقی رو بلدید، اگر شما دیگه هم لست کلانی از صفات اخلاقی رو بیاین در زندگی پیامبر مطالعه بکنین، قسم به الله هست پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین حد نمرش میگیره. در طول تاریخ بشری نظیر این تو انسانی را شما پیدا نمیکنید. حقیقتا این که ما شما گاهی وقتا در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیم، اگه مردم فکر میکنن اما تو میگن، قسم به الله متعال هست شما شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را ارزیابی بکنین، قسم به الله هست هیچ کسی را به بزرگی شخصیت پیامبر پیدا نمیکنید. خصوصا در زمینه‌های اخلاقی بسیار ممتاز بوده و ما ضعیفترین مردمیم در اخلاق، در حالی که پیرو اونم تو پیامبریم. چرا؟ به خاطری که ما اخلاق خود را از قرآن نگرفتیم. اخلاق پیامبر چی بود؟ این کمالات اخلاقی پیامبر چیست؟ عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جمله خلاصش میکنه خلقه هو القرآن. ما اخلاق قرآنی است. اخلاق پیامبر اخلاق قرآنی بود، همه ارزش های اخلاقی را به اوج کمالش رسانده بود. ما ضعیفترین مردمیم به خاطر دوری ما از قرآن. راه حل بازگشت به قرآن است.